به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان عزیز و گرامی. چنانه برایتان وعده نموده بودیم، امروز هم بخش دومی برنامه که تقدیمتان گشت امام علی رحمانوف در پشت پرده یا مخوفترین پیرمردی 71 ساله، بخش دوم. در عالم خیتویی ملت است که نمیکند گدایی، سوادناک سازنده با هنر سودایی، با بیل نه با تکنیکا میکند کارنمایی، در روی زمین ساخت است یک عالم خیتویی. با بازار میدروی میگوی که در خیتویی قربایی، خیتویی توری مویی، گردنبند تیلویی، با کلام الهی، حتی دوست بابایی شده است امروز خیتویی. تریزه و ایوان و درمون در خیتویی، کورپمون و استرش استر خیتویی، خواب میکنیم براحت در بستر خیتویی، در بستر سفیدی پری پر خیتویی. خیتویی میخ سوزن، خیتویی کارد سویان، خیتویی لباس تن، خیتویی پوش مرد زن، میپرستیم تو و من خیتویی را تا مردن، بعد از اینجا رفتن خیتویی سونی کفن. زیب دوشنبه شدن بیناهای خیتویی، در درون بیناها سیماهای خیتویی، آنجا تماشا دارند کیناهای خیتویی، سقراط و افلاطون و سیناهای خیتویی. رمال سر خیتویی، زر زیور خیتویی، مشک عنبر خیتویی، میجای دختر خیتویی، سنگ مرمر خیتویی، تیغ تبر خیتویی، نقطه خر خیتویی، سنگ مرمر خیتویی. اول پیدا شدن چینی های خیتویی، سونیتر پیدا شدن بینی های خیتویی. خدا جان سبک کند قینی های خیتویی، الهی ما نبینیم جینی های خیتویی. در پلاس خیتویی، سر لباس خیتویی، توپی کرباس خیتویی، کدوی ناس خیتویی، کمر نساس خیتویی، هم پیلاساس خیتویی، تل خیباس خیتویی، ارز سپاس خیتویی. میگن که اگر رسد هر جا پای خیتویی، در موقع میگیرد با سیمای خیتویی، مطابق میشود چون زنبورای خیتویی، گویی که از قدیم بود اینجا جای خیتویی. ای علاودین در زورای جک چان خیتویی، ما را با یک نول زن پارتیزان خیتویی. از بس که سواد داره مرد زن خیتویی، خودمان نان میمونیم در دهن خیتویی. حاجی ای حج میویا با قبای خیتویی، پوشیده با پای خود کفش پای خیتویی، گرفته با دست خود تسبیح های خیتویی، گویی که آنها باشند حاجی های خیتویی. ملا با میکروفون پدروز خیتویی، ما را نصیحت کند با آواز خیتویی، با توقی و جیلک جای نماز خیتویی، همین مونده است که خواند یک نماز خیتویی. دین یک جا نشستیم با یک بوی خیتویی، یک پیاله چای خوردیم در نانوای خیتویی، با یک کبر و غرور و اشتهای خیتویی، گفت تا اینجا میسازیم تاجیکای خیتویی. اگر که نظر کنیم با نگاه خیتویی، این کار نتواند نه روس نه امریکایی. به جنگ به جنجال و به سپاه خیتویی، وطن ما را کردن چراگاه خیتویی. بس که زیاد نوشیدیم ما ایخان خیتویی، سحری بیدار شویم با چشمان خیتویی. بخت شما سفید بود چو دندان خیتویی، چو دو دندان پیشی نمایان خیتویی. وقتی قشلاق می رفتیم با راههای خیتویی، قد قد راه می دیدیم چهره های خیتویی. با دل ما اثر کرد نگاه های خیتویی، همین شعر نوشتم در هوای خیتویی. بگذار باشد ظریفی چاله ما خیتویی، پیچیده در گردی سر ساله ما خیتویی، یا شود عهده برا کاله ما خیتویی، ولی هرگز نشود اعلی ما خیتویی. چمپیون نکنی از اینجا جواب نمیتونی دیگه. もしチャンピオンになかったらもう日本に帰られない。私はルスタムさんと約束して田宿に10年以上いる約束したので、 والله كان رسام خليقة ظروف عليه وشهد تحصل على منه. なんとかアジアチャンピオントップレベルになるように子供たちを育てたいと思います。 صار خارجة بهترين شدن توجه سوق Salam alış. Tacikistan modariman jon vataran jon vataran. Salam alış. Salam alış. بیننده عزیزی اصلاح، در بخش دوم این برنامه نیز از کارهای پس پردگی رحمانوف برایتان خواهیم گفت، یعنی ادامه گفته هایی که در بخش اول آن را دیدید. این بخش هم از آن حکایت می کند که پیشوای معظم ملت داخل ناخنک
و اساسگزار صلح و وحدت داخل ناخنک. آن نفر نیست که در شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های تاجیکستان از سحر تا شب درباره‌اش میگویند و تعریف و تمجیدش میکنند. سبحان الله، حتی میبینیم که او را العیاذ بالله رساندند به یک شخصی کاملا ما فوق البشر. نه شای ما آمده، پاچای ما آمده، شای ما آمده، پاچای ما آمده. وای، یعنی انا همین رحمانوف یک دزدی پیانسکه است. دزدی پیانسکه که حتی باعث مرگ مصطفی دولتوف پدر عروس یا خسور رستمی پسرش شده است. البته حادثه و هلاکت رسانیدن مصطفی دولتوف را بیننده عزیز و گرامی در این قسمت یا بخش دوم حتما خواهید دید. شروع می نماییم از همان قسمت یا حالاتی که در مورد محمد نظر صالحوف بود که آن را تمام نکرده بودیم، اما برای اینکه طولانی تر بود آن را گذاشتیم به بخش دوم. امام علی شریفویچ رحمانوف محمد نظر صالحوف را برای چی کشت؟ بله بیننده گرامی، در تاریخ 29 ینوری سال 2009 مجلس سالانه حکومت زیر ریاست رحمانوف گذشت. رحمانوف که از قبل آماده می شود رئیس کمیته دولتی امنیت ملی عبدالرحیم خیرالدین، پروکورور گنرالی آن وقت باباخانوف، وزیر داخلی سالیخوف محمد نظر و دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا شیرخان سلیم زاده و چند نفر دیگر را خیزانیده سپارش داد و گفت که شینید. همه در جایهایشان نشستند. بعد ثانیه هایی به شمار رحمانوف با سالیخوف محمد نظر وزیر داخلی نگاه کرده با غضب و قهر گفت: سالیخوف عقیبت وزین شده، گوشت گرفته، به اجازت میشینی کو؟ تو در جواب زلخولی کو. بله، با انا همین سخنان محمد نظر صالحوف را از تالار جلسه که برگزار می نمود خارج نمود و او را به مثل شریف پسیخ از زل پیش کرد. محمد نظر صالحوف گفت: محترم پرزیدنت، شما یک لحظه پیش به همه گفته شینید، من هم در قطار دیگرها نشستم. یا توبه گفت و سونکه اش را گرفت و از زل مجلس برآمده رفت. بله، بعد این رحمانوف کفید و به مثل خوشدامنی دویم، به مثل زنهایی که شب شوهرشان به خانه نمی آید و هم خوابگی نمی کند و چون این زنها آشفته شده زغزغ کرده می گردند، به زقیدن و سیاه کردن سالیخوف محمد نظر در نزد اهل تالار سر کرد و به مقامات سپارش های قطعی و فوری داد که از قفای سالیخوف محمد نظر تفتیشات پررنگ گذارانید و به من هر روز اخبارات پیشنهاد کنید. بعد این سپارش تمام دیگه خدا داد مقامات و شخصانی که با سالیخوف محمد نظر قصد داشتند یک باره با جرأت شدند، از جمله رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت امیر شامیرعلی قنغزی سیاه از دنغره، سردار ریاست ملیسه دوشنبه سعید فتاح غایبویچ از دنغره، سردار کدام دوشنبه جلف عبدالعزیز با کلیچکای کوچکر از دنغره، بوزمکوف عبدالرحمن یعنی همین علم شاهزاده سردار اوری انویدی از دنغره، رئیس سود عالی عبدالله نصرت الله با لقب قربقه از کنگرد، دیرکتور اگنتی ضد کروپسیا شیرخان سلیم زاده از کنگرد، پروکورور گنرالی باباخان وباجان از ناحیه وخش، سردار اینترپول انویدی شیرالی سبزوف شیرالی بینی ابیجینی، وقت وزیر داخلی سالیخوف محمد نظر و ولایت ختلان رفته در بینای اویده قرغان تپه مجلس دایر کرد. سردار اویده شیرالی سبزوف را از وظیفه آزاد کرده گفته بود که تو یک راهبر گروهی متشکل جنایی هستی که تو را در این وظیفه مانده است. تو یک آدمکش، یک دزد، یک راهزن و مثل کریشهات حسن و پسنی، همه شما را جایتون زندان است. تو دیگر سردار ریاست ملیسه نه گفته او را از کار پیش کرده بود. و عبدالجبار عزیزوف از دنغره مشاور دولتی آید به مسئله کادرها و لقب میستر بین، خلاص همه اینها را یک گروه متشکل تشکیل کرده و مقابل سالیخوف محمد نظر کمپرامت جمع کردند و به رحمانوف گفتند که گویا سالیخوف محمد نظر پیرورات کرده جای شما را گرفتنی بوده است و برای این کار 20 میلیون دلار از خارج پول هم گرفته است. اگر از کار نمی گرفتید او جای شما را بازوری می گرفت. باز گفتند که سالیخوف محمد نظر بعد آن که با نگینه امان قلو و علاقه نزدیک کردن رحمانوف آوازه شد با عزیزمای زن پرزیدنت می گشته است و با او اظهار محبت هم می کرده است.
در آخر رحمانوف فرمان قتل صالحوف محمد نظر را برآورده، اول به رئیس کمیته دولتی امنیت ملی عبدالرحیم خیرالدین سیدویچ و با کماندیر بتالیون 3502 سعدی خالمرادوف، یعنی سعدی کماندیر از سنگتودای نغره که در موردش برنامه داشتیم، اگر دیده باشید سعدی کماندیر، سپارش داد. اما آنها از این کشتار روی راست دست کشیدند و گفتند که ما این کار را نمیکنیم. بعداً به عبدالرحمن بوزماکوف از نغره و سرداری کدام دوشنبه جلف عبدالعزیز با لقب کوچکر از دنغره و با سردار میلیسیای دوشنبه سعید و فتاح سبزی به دست از دنغره برای تأمین به خطری عملیات کشتار صالحوف محمد نظر در یک جایگی سپارشی مخفی خود را داده با بوزماکوف که فعلا معاون اولی وزیر کارهای داخلی است سپارش داده بود که صالحوف در دهنش بپران، کار کنه که زنده نمونه و سیومکش هم کنه و مرا آوردن نشان تیه گفته رحمانوف کنکرت نی سپارش داده بود. خب دقت دید بینندگان گرامی که رحمانوف به چگونه جنایت ها قادر است. 17 ایونی سال 2009 ساعتهای 18:00 به خانه صالحوف محمد نظر زیاده از 30 نفر شخصانی مسکدار مسلح با راهبری بوزماکوف عبدالرحمن کیلری رحمانوف زده در آمده صالحوف محمد نظر را قپیده مجبوری به دیگر خانه در آوردند و او را محض و دقیقاً انا همین بوزماکوف عبدالرحمن پران. وقتی بوزماکوف تفنگ را به طرف صالحوف راست میکند، صالحوف محمد نظر میگوید ای عبدالرحمن تو چیکار کرده ایستاده ای؟ تو شاگرد خودم کو. اما بوزماک تیر را مستقیم در دهان و جبین صالحوف محمد نظر خالی میکند. این حالت را پسر صالحوف خدای نظری 12 ساله که دویده از پس پدرش آن خانه در آمده بود خود همان بگاه در رادیوی آزادی گفت که ما دیدم اتما در سرش پیستولت مونده پراندن. بعدتر خدای نظر این گپش را با سردار گازیته پیکان جمعه طالب از عینی هم گفته بود. اما دقت دهید بیننده گرامی، در نگذشته جمعه طالب را رحمانوف کشت به خاطر نشر این سخنی پسری محمد نظر صالحوف. این منیک هیچگاه یگان نفر را نمی بخشد، همه را می کشد، یگان بخشش نمی‌شود. این پرزیدنت به مثل فرعون و نمرود فقط آدم می کشد و قصد می گیرد. چی خیلی می بینیم بیننده گرامی، حیات و زندگی رحمانوف همیشه با ظلم و ستمکاری و کشتن و زندانی کردن تاجیکان بیگناه جریان داشته است. اما این امام تپک التریپیونسکی 71 ساله هیچ آدم و مسلمان نشد. خوب سبحان الله، این جنایت هایی است که در صفحات تاریخ ثبت شده ایستادند. Ochacha bugu diga maramur naga Sagira yikala gafsi charfur naga Hofelahi ochacha vat bebilim bey Dar peşi hamaz sargafs dargur naga Dar peşi hamaz sargafs dargur naga Ochacha bugu Ochacha bugu Ochacha bugu بیننده عزیز و گرامی، اکنون میگذاریم به یک حادثه دیگری که آن را عنوان گذاشتیم امام علی شریپوویچ رحمانوف نامرد و منیک شماره 1 تاجیکستان است. سالهای 1992 تا 2002 طولی 10 سال سابق کماندران فرانت خلقی سنگک سفروف، فیضعلی سعیدوف، لنگریف، یعقوب سلیموف، سهراب قاسیموف، سعدی خالمرادوف، سعیدشاه شمالوف، قربان چالوف، غفار میرزایف را استفاده برده حکومتش را مستحکم کرد، ولی همه اینها را کشت، به زندان انداخت و با گفت خودش انتی پارتیونی و به آبرو و به صلح تاجیکان خیانت کرده زمین های مملکت را به خیتای و قرقیزستان فروخت و مخالفین حکومت سید عبدالله نوری و محمد شریفی مزاده را زهر داده کشت. میرزا جگر را هم کشت. محمد روزی اسکندرف و زید سعیدوف اعضای پیشینه حکومت خود را به سالهای طولانی زندان کرد و اعضای بلند مقام حزب نهضت اسلامی را تماما بیگناه قسمتش را زندانی کرد و قسم دیگرش را از تاجیکستان بیرون راند. رهبر گروه 24 حاجی عمرعلی قواتوف را در شهر استانبول ترکیه در پیش چشم همسر و کودکانش نامردانه پراند. باقی مانده اعضای این گروه را نیز زندانی کرد.
لیدرهای بدخشان از جمله یک نفر این ولید امام نظرов و محمد باقر و صدها پامری را کشت و زندانی کرد و آشکارا اعلان نمود که من سپارش دادم که بی‌ضرر گردانید. بعد این خطر قتل و کشتار باز به نزدیکی به ولایت بدخشان رفته حال و احوال فرزندان کشته شده هایش را دید. میگویند که اساساً منیک ها شخصانی که همیشه آدم میکشند، بعد کشتن لحظه نگذشته به جای کشتار حاضر شده در جای حادثه و کشته شده نگاه میکنند و لذت یا کیف میکنند. منیک ها تنها به اهل عائله خود رحم میکنند، دیگر به یگان نفر رحم ندارند، نه به کودک، نه به زن، نه به موی سفید و نه به کمپیر، همه را میکشند. منیک شماره 1 رحمانوف امام علی شریپویچ است. از همان روز اولی به قدرت رسیدن تاجیکان را کشت و زندانی کرد و پراند، اما تا حال از خون مردم بیگناه و بیچاره سیر نشده است و اکنون استافته قتل و کشتار را به پسرش رستم امام علی و رفیق پسرش شاهرخ سعیدزاده و بزمکوف عبدالرحمن یا انا همین علم شاهزاده دادنی است. همه این معلومات ها از اشخاص نزدیک به عائله رحمانوف گرفته شده است که به همه آنها سپاس عرض می نماییم. پیاده سواری، به پول یا پولداری، غریبی مردکاری، سوداگر بازاری، عرقخری دینداری، سودی پرکروری، باید هممون شویم از کرای قطاری. بیکاری مهاجری، خریداری تاجری، سلطتی کماندیری، جوانی یا که پیری، فیلسوفی شاعری، خلاستیک زنگیری، میان تا محکم ببند حلقه یک زنجیری. بیزیبی یا محوشی، سفیدی یا حبشی، بنگی یا الکشی، نوزکشی، سیگارکشی، صبوری یا سرکشی، در آبی در آتشی، خونی تاجیکی داری در این کار ارالشی. گشنه یا که سری، ترسونچکی دلیری، گدوی میلیونری، دزدی ملیسانری، بوی یا که فقیری، شهروندی یا که میری، فراموش نکن که تو اولاد اردشیری. مایده یا کلانی، میزبانی یا مهمانی، راهبی مسلمانی، فلانی بهمدانی، معلمی مکتبخانی، درویش یا سلطانی، هر یک تیمور ملیکی، هر یک سپیتمانی. هشیاری یا که مستی، بلندی یا که پستی، یتیمی سرپرستی، قراری یا بشستی، خپی یا در وغستی، در این عالم هستی، اگر که یک جا نشیم بدون که در شکستی. غایبی در نظری، درویشی قلندری، ترسوی گوجگری، دهقانی یا اسکری، مسلمانی کافری، در مچیتی در بری، ناموس که داشته باشی برای وطن سپری. اکنون میگذاریم به یک حالتی که واقعا خیلی ننگین است. چنانه در دیباچه یا در خطبه این برنامه در آغازش گفتیم، دقیقاً انا همان امام علی شریپویچ رحمانوف چگونه مصطفی دولتوف رئیس فابریکه شیرین و پدر عروس رستم را به کشتن داد. بله، خسور رستم را چگونه کشت. مصطفی دولتوف سال 1959 در دهه کنگرتی ناحیه سوید تولد شده است. در 19 سالگی پدری 47 ساله خود را از دست می دهد. برای 5 دادر و 2 خواهر خود به مثل پدر بود و به مادر شوهر را از دست داده اسای و پشتیبان شد. دادران و خواهران کوچک او از مهر زیاد او را اکجان صدا می کردند. مصطفی دولتوف در سالهای سیوس در اونیورسیت می خواند. بعد از وفات پدر به شعبه غایبانه گذشت و برای تأمین عائله هم کار می کرد و هم می خواند. در فابریکه شیرین به حیث کارگر عادی به کار درآمد و تکنولوژی فابریکه را همچون متخصص بهترین از خود کرد. در سالهای شوروی از زمره شخصانی بود که آنها را جوانمرد و سخی با معامله و صاحب احترام خاص و عام می دانستند. کسانی که از کنگرت و دنغره به خواندن می آمدند حتما به خانه مصطفی دولتوف و به خانه انور تکستیل و اکای انور تکستیل به نام اکای میر رختی اقامت می انداختند. آنها این مسافران را جای خواب و به بعضی آنها جای کار هم می دادند. بله، مصطفی دولتوف بسیار شخصی با وجدان، مهربان و بهترین انسان بود و همیشه با آدمان نیکی می کرد. با امر تقدیر سال 2009 زن پرزیدنت عزیزما اسدالله و انا همین عزیزمای گزیدت خانک
در معرکه دختر مصطفی را دیده معقول میکند و چند پس برای خواستگاری می آیند. همین طور دختر او را کلین و پسرش رستم امام علی دادند. نوارها از جریان این توی آسمان کف را که در بستانسرای دولتی در ورزاب دایر شده بود داداجان عطاالله ژورنالیست مخالف رحمانوف در شبکه کاپلیوس یک برنامه تهیه کرده بود که صدها هزار بیننده داشت. من داداجان عطاالله هستم. من امروز شما را به توی دعوت میکنم. به توی امام علی رحمانوف دوست من در قفسنگ و رئیس جمهوری تاجیکستان. خلاص مصطفی دولتوف با رحمانوف خدا شدند. بعدی خدا شوی آخران بار در آخرهای اوگوست سال 2014 رحمانوف مصطفی دولتوف را به خواهش عزیز ما یک بگاه به مهمانی دعوت میکنند. در این سال الکی رستم رئیسی کمیته گمرک تعیین شده بود. در خانه رحمانوف یک میز کلان با انواع غذا و نقل و نوا تهیه میکند و مصطفی دولتوف در روبروی رحمانوف می نشیند. ادیکی پیونسکا که به صبرانه لحظه شماری میکرد و هر دو چشمش به شیشه عرق بود و لعاب دهانش را بزور فرو میبرد، سرراز عرق را ریخته به سفر شیرالی التری ده فویزه با امیر شامر علیوی قنغزی سیاه میریزد و به یک ریومکه با خدایش مصطفی دولتوف هم ریخته دراز میکند. مصطفی که نمازخوان بود میگوید جناب عالی من نمی نوشم، کمتر بیمار هستم. رحمانوف از این طرزی دستی دراز کردهش سخت به غضب آمده، صبح سر شده، یعنی وقتی دست رومکه را میگیره درازش میکنه، از دست رحمانوف رومکه را نمیگیره. مصطفی خسر رستم یعنی وقتی این خورش میکنه رحمانوف صبح سرخ میشوه و مصطفی نگاه کرده میگه خودت ملای چی یا همو فاناتیکا وری عرق نمیخوری کو؟ خیلی مقاله یا مقوله خلقی تاجیکی است. جواب احمق سکوت. در اینجا مصطفی چیزی نمیگوید. مصطفی که شخصی با معرفت بود و از اسلام هم کمی آگاهی داشت خاموش ایستاده سرش را خم میکند و یگان گپ نزده دستش را در پیشش مانده عذر بخشیش جناب عالی میگوید و تمام. اما عرق را حتی در دستش نمیگیرد. به نشان ناراحتی از این کار مصطفی رحمانوف با ثبوتی لیکایش پی هم عرق را بسیارتر می نوشند و سخت مست می شوند. خامشوربای گوشت گوسفند را با عرق می زنند. رحمانوف شیرکیف می شود و با مصطفی دولتوف رئیس فابریکه شیرین نگاه کرده می گوید کوشی پرابلم داری چی گپای در فابریکت کو نقل که نیکی روز شب بگو نترس چه گپه هست بگو. مصطفی در اول میگوید یگان پرابلم نیست، همه خوب است. اما رحمانوف وقتی که مست می شود دیگر یک گپ 100 بار گفتن میگیرد. رنگی پلاستیکی رس شدگی تکرار کردن میگیرد کو بگو چی پرابلم داری، ما که خدا شدیم خش تبار شدیم راست شب بگو. گفته مصطفی را نمیماند. یک قاشق خامشوربا را بیچاره مصطفی خورد. همین طور مجبور شده مصطفی دولتوف با پرزیدنت میگوید جناب عالی ما همین فابریکه را خودت میدونی که از نول ساختیم. در وقتای جنگ نموندیم که رسکولاچت کنن و آهنپاره کرده بفروشن. همه ابراد و نیوش نو کردیم که نبود همش. ما همه سیریای محصولات ها را از مالهای وطنی تازه میکنیم و تا تمام شوی محصولاتمون مثال شکلات یا کنفیتامون 23 سومونی تا 25 سومونی یک کیلوش میغلطه. نیک یک خیل صاحبکارا کنفیت و شکلات را از بیرون از خارجه مثال ایخیتای ایرسی میارن. بیزنسمنای ارگوتی خوب تخمینه کلیوپاترا کریشابت میکردگی را منظور دارد که در مغازه هایشان کیلوش را 18 سومونی میفروشن. ما حیران میشم که اگر رستماش کشوند این بارهایی که از خارج میدرویند ترانسپورت نیرز خود کنند اندازی دولت سپورند نموجید بید ای خنق شوه کنترابند میدرارن و سودای ما یعنی استحصال کننده های وطنی را میزنند. دیگه محصولات قیمتی ما را کی میخره؟ خلاص. انا می سخنی بود که مصطفی خسر رستم گفت. همین گپ گفتگی مصطفی دولتوف رحمانوف در این لحظه خام شوربای گوسفندی را با عرق و مثل خوک میخورد. قاشق را پس تیزه و جهل با کاسه شوربا پرتفته به طرف مصطفی با غضب میگوید اکی چی با ای گپ خودت گفتنی که اعضای حکومت ما دزدند کنتراباندیستند پرزیدنت کار نمیکنه وزیر گمرک رستم بچه ما و دامادت برو را کنترابند میدروره وزیر نلاگ میدزده بیوجت دولته پرزیدنت میدزده بیوجت. انمی گپایی بود که رحمانوف میگه. رحمانوف که سخت مست بود دیگر خب نمیکرد.
بیچاره مصطفی فکر میکرد که با یک شخص دانا، با یک شخص عاقل و با معرفت خدا و خوش شدگی است. اما هیهات با یک پیرخر پیونسکای بی عقل و خرق خدا شده بوده است. بعد این سخنان رحمانوف احوال مصطفی بد شده و دلش را قپیده به آوازی پستی خراسی میگفت: جناب عالی، شما مرا نادرست فهمیدید، من حقیقت گفتم. میگفتو رحمانوف پیونسکا باشد به سری شخصی بیمار به مثل زنهای بدفعل داد و کنایه میزد. با همین مهمانداری رحمانوف تمام شد و مصطفی را از خانه وی راست به ماشینی دادرش با بیمارخانه قریه بالا و از آنجا با مسکو و در مسکو مصطفی دولتوف در تاریخ 8 سپتامبر سال 2014 یعنی یک روز قبل از استقلالیت تاجیکستان در سن 55 سالگی جان داد. این است مهمانداری رحمانوف پلید و کثیف. حتی خدای خود را از بی‌عقلی و از ناآدمی کشت. بله، واقعا در مورد همسر رستم امامعلی و با عفت و زنی خیلی پاکدامن بودنش برای ما نیز معلومات های خیلی زیاد میرسد که بعضی از عمل های خیلی بدی رستم دارد که واقعا در این کارها همسرش او را پیروی نمی کند و آنچه که او طلب میکرده است با آنها یعنی آنها را عملی نمیکرده است که این دلالت از پدری خوب داشتنی این زن میکند. بله، واقعا آنچه که هست ما همیشه حقیقت را میگوییم. خوب بینندگان گرامی، وقتی شخصی به خدای خودش رحم نکرد، یعنی در حالتی که او حقیقت باشد و او حقیقت گو باشد، پس فکر دارد که رحمانوف به یگان کسی ما و شما رحم میکند. بله، اکنون میگذاریم به قصه پشت پردگی دیگری که آن را عنوان گذاشتیم: امامعلی شریپوویچ رحمانوف و خری منیژه دولتوف. سال 2005 کلیپ با صدای سراینده آوازدار منیژه دولتوف پخش شده بود. در این کلیپ منیژه دولتوف در یک اسب سفید نشسته بود و کسی با نقاب اینان این اسب را قپیده می بود. آدمان درباره این شخصی نقابدار بحث میکردند. همچنین درباره اسب سفید کلانی زیر پایهای منیژه نیز بحث ها در اوج بود که آن از آن کی باشد. عیناً در آن سالها در آسایشگاه مرادعلی علیمردانوف در طرف حصار با اشتراکی رحمانوف، امیرشاه میرعلیف خانقزی سیاه، اکای رحمانوف نوردین تراکتوریست، شیرعلی سفروف سابوتیلنیک و جورای رحمانوف و چند نفر دیگر تشکیلی سخت کرده در تلویزیون کلان دمشنی کینوتئاتر کلیپ های حافظه ها را مانده تماشا میکردند. بعد کلیپی یک حافظ، همین کلیپ منیژه دولتوف با نام بهتر از جان روی اکران پیدا می شود. این کلیپ را رحمانوف که سخت مست بود تماشا کرده. در آن جایی که منیژه در اسب بزبله کلان نشسته بود استاپ کادر میکند و در پاوزه میماند و طرف علیمردانوف با غضب نگاه کرده میگوید: ها مرادعلی، ای اسب کیای؟ خودت ای بیواده اسب داده کویجا بیا. دیگر همه نشستگان خاموش مانده خپ میشوند. بیچاره علیمردانوف از ترس درق لرزیده به طرف رحمانوف با آوازی لرزان میگوید: جناب عالی، این خری من نیست. ای اسب من نیست، میبخشید، این اسب خال مشرب است. میگوید رحمانوف. وقتی علیمردانوف این خری من نیست میگوید، خندش میگیرد و میخندد. دیگر همه یک جایه در حال علیمردانوف میخندیدند و او بیچاره نمیدانست که چیکار کند و با رحمانوف میگوید که جناب عالی، آش تیار شده است، کشم. اینها که همه مست بودند باز یک بار میخندیدند و رحمانوف میگوید: برا آش قطعی خری منیژه بخور. همه در اینجا نشسته ها باز در این گپ رحمانوف به علیمردانوف اشاره کردن میخندند. واقعا خیلی مردمی بیناموسن اینها. شادی خان، با یاد داری کدام سال من رئیس نایه شغلان تعیین کردم؟ بله جناب عالی. رسمت هست خاناته؟ بله. همون سالی تعیین کردگی رسمت هست؟ هست. بله. اما یک حاضر رسم بگی هر دوشا مقایسه کن. شکرانه کو که از 220,000 مردم ولایت شما را ما انتخاب کردیم، با این درجه تربیت کرده رسوندیم. تو را یگان کس تعیین نکرده است. کی تعیین کرده است؟ شما جناب عالی. علیمردانوف باشه بیچاره این حالت در شوک افتاده به مثل خوده سر قور ناجنبان می شود. بعد مدت رحمانوف به سفر شیرعلی الکش میگه که برا آشا بیار کو و باز رومکه های پر از عرق را برداشته برای خری منیژه می نوشیم گفته می خندیدن.
بعد لحظه رحمانوف با کسی زنگ زده درباره خال مشرب رئیس ناحیه رودکی پرسان شده میگوید که پرکز خال مشرب را برآورید و روز دوشنبه به استال ما بیارید، امضا میکنم، از کار آزاد کنید. هر دو رخساره‌اش رنگ کونی میمون سبز شدگی، روی سفر شیرالی هم از عرق سبز شدگی بود. رحمانوف به سفر شیرالی نگاه کرده میگوید روات رنگ لبلبو سرخک سرخ شده کو سفر شیرالی تینجای. و باز همه کسا میخندند. همین طور رحمانوف که بسیار کینه‌گیر و خستگیر است، خال مشرب را برای اسب خود را با کلیپ منیژه دولت و دادن چپ میگیرد. خال مشرب را که در خدمت خود رحمانوف، تخمینه دخترش و عزیزمای زنش قرار داشت، همه خوراکواری خانه او را تامین میکرد، از کار گرفت. نسبتش فشار و تهدید سر شد و او را با اینسولت آورده رسانید. سال 2008 بیننده گرامی، با سپارش شخصی رحمانوف در وقت سفر به مسکو خال مشرب را در ایرپورت دستگیر کردند و در همانجا فشار خونش بلند شده دلش زد و راست به بیمارخانه قره بالا آوردند. مدت 10 سال خال مشرب بیمار بود و سال 2018 از دنیا گذشت. عین زمان پسر خال مشرب رئیس بازار کاروان نیمی بازارش را به رستم داده تا حال در خدمت این اولاد قاتل گشنه قرار دارد و جای آنکه خود را از این اولاد قاتل دور گیرد در خدمت عائله رحمانوف باقی مانده است. خوب دیگر در مورد دادران و از خال مشرب اون چیزایی که ماندگی است و در کدام مقامات کار میکنند اکثری بینندگان از آنها آگاهی دارند که نیاز به گفتن آنها نیست. اکنون میگذاریم به قصه پشت پردگی دیگری که باید در این برنامه ذکر شود. امیرشاه میرعلیف 800 میلیون دلار را چخیل دزدید و دهقانها را قرضداری ابدی کرد. بله، خوب دقت دهید بینندگان گرامی خدمت‌های رحمانوف و مقامات او را. سالهای 1996 تا سال 2000 امیرشاه میرعلیف زاده ناحیه دنغره با لقب قنغزی سیاه مشاور پرزیدنت اید به سیاست کادری، بعد او عبدالجبار عزیزوف با کلیشکه میستر بین از ناحیه دنغره، عین زمان اسدالله رحمانوف با لقب سنبل آقا از ناحیه دنغره یعنی سویتنیک پکادرا بود. این شخص یکی از پاره‌خورترین شخص نزدیک رحمانوف و یکی از دوستترین منصبدار به حساب می رود که در آن وقتها فروش وظیفه های دولتی را به رحمانوف محض همین قنغزی سیاه یاد داده. اولین مبلغی 100-200 هزار دلاری پاره را به رحمانوف محض امیرشاه میرعلیف داده بود. بعد تعیین گشتنش به وظیفه رئیس ولایت ختلان سال 2000 تا سال 2006 امیرشاه میرعلیف با اکای پرزیدنت نورالدین تراکتوریست و با الهام کماندیر از باتراباد با افرندی پیشینه تخمینه با شیرالی سبزوف با لقب شیربنی سردار اویده ولایت ختلان با رئیس سودی عالی تاجیکستان عبدالله نصرت الله با کلیشکه قرباقه با هم مسئله از خود کردن مبلغ‌های به نهایت کلان را قریب 1 میلیارد دلار بود مصلحت کرده. با الهام کماندیر شرطنامه‌های فیوچری کرده. مبلغی 722 میلیون دلاری به طور گرانتی به بازگشت وارد شده را با راه‌های مشینیکی و ساختکاری پره از خود کرده. 400 میلیون دلارش را ابنالیچیت کرده و پرزیدنت رحمانوف و اکای تراکتوریستش نورالدین رحمانوف داده. باقی مانده این مبلغ‌ها را بین خود تقسیم و از خود کرده بودند. ببینید 800 میلیون دلار. امیرشاه میرعلیف بعدی از وظیفه رئیس ولایت ختلان آزاد و وظیفه رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شدن با مصلحت پیشکی به رحمانوف به نام پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد نویس که مبلغ‌های برای دهقانان پختکار به طور فیوچری جدا شده از اعتبار ساقط کرده شوند، یعنی اسپیست کرده شود و همین طریق به طور زیمرس شد این مبلغ‌ها را پره از اعتبار ساقط کرده به کیسه های خود زدند. یگان نفر آنها تا به حال برای این جنایت سنگین اقتصادی دزدی مالکیت دولت به جوابگری جنایتی کشیده نشدند. اما هزارها دهقان تا امروز از این عائله و بانک ها قرض دارند و خیلی از دهقان ها از کشور بیرون رفتند. تنها الهام کماندیر که ملتش قلوق است و با تخمین رحمان و کلیوپاترا دختر پرزیدنت سالهای 2000-2003 عاشق و معشوق بود و شب و روز با وی در دبی در ترکیه یک جای آدیخ میکرد با جرم ماشینیکی یا کدام گناه در زندان قرار دارد. میگویند که الهام کماندیر با دامادش یک جای با پسری حکمت ریکشت کلابی سابق کارمندی ششم عدل قرآن تپه دخترش را که شوهر داشت با یاردمچی معاون وزیر داخلی نوجوانوف سال 2019
نموده در وقت زنا کردنش قپیده. این کارمند وکیده را که پامیری بود تگی مشت و لغت قرار داده کلیک او را میشکند. برای همین الهام کماندیر با دامادش به حبس گرفتند. از دهانی خلق میگویند که وقت تهمینه رحمانوف با الهام مناسبت‌های شهوانی داشت شوهردار بود، زنی زبید گلوف بود. برای همین مقال خلق است نزن در کسی را که میزنند درت را، یا اینکه چنانه که میگویند زنا قرض است و بر میگردد به تو و خانواده. عجایبی کار این است که بعض شخصان را برای 100 یا 200 دلار با پاره دستگیر کردیم گفته کلی فتاح دیرکتوری سابقی اگنتی ضد کروپسیا یک دکتری بیچاره و یک معلم بیچاره را در تلویزیون ها نشان میدادند. اما این گروه متشکل جنایی با راهبری پرزیدنت امامعلی شریفوویچ رحمانوف قریب 1 میلیارد دلار بیوجت را روی راست دزدیده از خود میکنند. نسبت آنها یگان چاره های قانونی اندیشیده نمی شود. این تنها یک مورد از جنایت های آنها بود. چون این جنایت های اقتصادی را صدها هزارها مراتب رحمانوف امامعلی صادر نموده است. بتوانم مانیتور میگذارونیم خانه های کارمندان انداز و گمرک بانک را کارمندان بانک به نوار میگیریم در قلمرو جمهوری. چی طرز زندگی ماشینا که تگی پادا هست حسابی چی؟ حسابی کی؟ اگر روسیه بگردد 100 سامانه نگرفته است تلویزیون در نشان میکنه پاچه آلان دست یافته به قبرش اینا کار کردیست. بودجت میگن اجرا نشد، درآمد اجرا نشد، این قصر اجرا پیدا شد. غارتگری نکنیم مردم. چه کارمند گمرک 2 سال کار نشده 10-15 تا خانه 6-7 تا ماشین های خارجی که کمش 80,000 دلار از چه میواد؟ از کجا؟ 3-4 زن. بله بیننده عزیز و گرامی، این بود این حادثاتی خیلی واقعا هم دهشت انگیزی پشت پرده رحمانوف. اکنون میگذاریم به حادثه جالب دیگری که واقعا هم جالب است. سرودی من مست و تو دیوانه پرده قاسم را انتی پرتیف کرد. بله در سال 2007 بیننده گرامی آوازه کسل دل شدن پرده قاسم رفیق رحمانوف و حافظی درباری هم میگویند و در همه کنسرت های دولتی حتما برآمد میکرد پخش شد. چند مدت از اکران های تلویزیون و کنسرت های دولتی بیرون و یک بار ناپدید شد. سبب اساسی این حالت بیننده گرامی آن بود که رحمانوف در یکی از تشکیلی ها با رفیقانش در پوغوزی ورزا بستانسرای حکومتی پرده قاسم را غم می‌دهد. در این تشکیلی هم اسدالله رحمانوف سنبل آقا مسئله کادرهای عروس را دیده بود. رقاصه های انسامبل پدیده هم اینجا حضور داشتند. پرده قاسم و دیگر آوازخوان ها هم دعوت شده بودند. همه عرق نوشی میکردند. در این معرکه رحمانوف امامعلی شریفوویچ با سفر شیرعلی رفیقش از بولیانی پایانی دنغره با لقب التری دفویزه برای آن این لقب را با این یعنی التری دفویزه یعنی سفر شیرعلی موندن که سفر شیرعلی در وظیفه معاون اولی وزارت مالیه کار میکرد. مبلغ‌های بیوجت کزنچه‌ست را رهبری کرده و هر مبلغی که به وزارت ها از جمله به وزارت مدافعه، MCS، خدمات گمرک و انداز مثلا 1 میلیون سومانی گذراند 10% این مبلغ ها را از خود میکرد. روی راست میگفت که این حق جناب عالی است. از یک خیل وزارت ها 20% هم میگرفت، اما اکثر وقت مست بود. برای همین التری 10% لقب موندگیش بودن. و علی مردانوف مرادعلی، امیر شامر علیف و حکومتوف از دنغره و حکومت امان رئیس راه آهن از قرغان تپه نشسته عرق‌های $5,000 و $10,000 قیمتی را نوشیده سخت مست شده و مثل خوک‌ها در زمین‌ها غل می‌زدند و می‌رقصیدند. کنهای رقاصه ها را با مثل تولک یا دایره رحمانوف امامعلی با دستانش تپ تپ میزد و همه میخندیدند. یعنی بینندگان گرامی واقعا ما این حالت های خیلی زیادی برای ما نوشتند که پر از فحش و فحشا است، اما دیگر هر چی که ما دیدیم این یعنی چیزهای عادی بود که تقدیمتون داریم. خیلی پوزش میپرسیم از شما، چون یعنی رحمانوف همین از پشت پردهش و این کار رو میکرد. رحمانوف میخندیدن یک جایه. در این وقت پرده قاسم سرودی من مست و تو دیوانه ما را کی برات خانه را خوانده کلم جنبون. من مست و دیوانه ما را کی برات خانه، من چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم.
اول رحمانوف که سخت مست بود در هوای صدای پرده کلاش را جنبانده گویا کیف میکرد و باز خوب دیگه همون چیزای رقصا را انسامبل پدیده را که اکثریت آنها 16 ساله و 17 ساله بودند تبلک میزد و برابر پرده قاسم هم‌آوازی میکرد. اما یک بار کلاویده به نزد پرده قاسم رفت و با او در افتاده یک شپلاق بر رویش زده میکروفون را از دست پرده قاسم گرفته و میکروفون به طرف او گفت کی دیوانه کیای مست مرا گفتستی از زنویسکا خودت نامود زنویسکایو گفته قریب از پای میغلطد. بله بیننده گرامی، اما مراد اخرانش و یک مراد عظیموف گفتنی، یعنی مراد سیاه هم میگویند، او را از کلاه بست و با منصور عمروف سردار هیئت اخرانه پرزیدنت آن وقت ها بود پرزیدنت را قپیده به مثل کنده پوسیده درخت کشاله کرده به طرف جای عادی خش بردند. در وقت کشاله کرده بردن رحمانوف امالی شریپویچ اول از دهانش خوب دیگه سبحان الله عرقهای خوردهش بیرون برآمده و مثل خوک ها پرتافتن گرفت و رویش به مثل کونی میمون سرخ شده بود و دیگر مدار راه گشتن را نداشت. دیگر از قفای رحمانوف همه می‌دویدند و امیرشاه میرعلی قنغزی سیاه حکومت امان یعنی امان کلوش و دیگران جمع شده به درون بینای جای استراحتی پرزیدنت در آوردند و دیگر بیچاره پرده قاسم شخصی سبزینه از ترس به مثل مرده 10 روزه گاه کبود می شود و گاه دلش را قپیده در یک سولی دچه نزد آب نشسته با زور نفس می گرفت و اخیراً از اخران و کدام شفیاری دستگاه اجرایی التماس کرد که او را با بالنسه میدگرتا گوبرند. همین طور او را گرفته با یک ماشین ارتی والگای سفید سوار کرده با بیمارخانه میدگرداک بردند و خواباندند. بعد رخصت شدن از بیمارخانه پرده قاسم در خانه‌اش توبت کرده ترسیده می نشست. رحمانوف باشد بعد 3 روز از پای رفتن به خود آمده با یک سفر کاری به روسیه رفته آمد و همین طور با گذشت چند ماه از اسدالله رحمانوف سنبل آقا رئیس تلویزیون و رادیو میپرسد که پرده قاسم در تلویزیون نمیتونه کجاشته باشه. اسدالله رحمانوف ترسیده و رحمانوف میگه که بعد اون شب او بیمارخانه افتید. جناب عالی کدام شب چی گپ شد؟ کی گفتم میپرسه رحمانوف. با یادش نیست که او را یک شپلاق آبدار زده بود چون که با مثل خر سخت مست بود و نمیدانست و نمیفهمید که چی کار کرده ایستاده است و چی گفته ایستاده است. بله همین طور باز پرده قاسم را دعوت کردن، میگویند جناب عالی از گناهات گذشته است، بیا اکو نیکی دیگه در وقتای مستیش ای خیلی سرودای را نخوان گفتگیان. پرده قاسم که کم کم شوخ است گفته است که ما همین جناب عالی را قریب 20 ساله میبینمش میشناسمش، یگان وقت هوشیار ندیدگیم، در جنازه ها هم ای جناب عالی مینوشه بعد جنازه میروه. گفتم میخندد و میگوید که این شپلاق پدرانه بود، ما خفه نیستم هیچگاه. خوب بینندگان گرامی، بله ما امیدواریم که در این 2 برنامه بسیاری از پهلوهای پوشیده که پشت پرده و از چشم میلیون ها تاجیک پوشیده بودند برای شما آشکار نمودیم. پایانی بخش دوم بود. ما البته بیننده گرامی باز خواهیم گشت به این قصه ها و حیات پشت پردگی اش رحمانوف در آینده نزدیک، اما با شکل و اسلوب دیگر و در حالت مناسب دیگر با اصلاح باشید تا از حیاتی پشت پردگی این پیر بزبله گردن بلانگزی 71 ساله مخوف آگاه گردید. بله بینندگان گرامی، در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید تا اینکه تمام ملت و مردم از این عملهای پشت پردگی و کثیف و مخوفی رحمانوف لعنت کرده الله آگاه تر گردند. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.